داشتن، علالظاهر محرم با حضرت عالی استکاکی داشتن. بابت سوالات قبلی هم ممنون. خواهش میکنم، انشالله که پاسخها خوب بوده باشه، مؤثر باشه. ببینید ما وقتی دیدیم آقای رائفی تو جذب جوانها موفقه، مخصوصا قشری که خیلی ارتباطی با مسجد و هیئت و نظام و انقلاب ندارن و گرفتاری خاصی دارن، ایشون رو دعوت کردیم و از ایشون استفاده کردیم چند سال و تا امسال محرم شبهای تقریبا 3-4 شب آخر خیلی ارتباط عمیق و صمیمی و رفت آمد و موفق و ما توی کرونا یه شبم از ایشون تجلیل کردیم، گفتیم آقا ایشون تضعیف نکنید به خاطر اون ویژگی هایی که ما بر اون اساسشون رو دعوت کرده بودیم. متاسفانه شبهای آخر ایشون یک تعرضی کرد و یک انتقادات و حاشیه‌هایی به سران قوا داشت. خب با آیت الله رئیسی، با آیت الله جهی، به دکتر قالیباف، من 1-2 شب آخر بهشون گفتم که خب آقا شما تو این صحبتاتون سران قوای ما رو که مورد عنایت نظامن و پرتلاشن و خستگی ناپذیرن و دارن زحمت میکشن شما کوبیدی. آیت الله رئیسی یه شخصیتیه که یه ویران سرا رو، یک مجموعه منهدم شده رو تحویل گرفته تا بازسازی کنه، تا احیا کنه، تا کشور رو مشکلش حل کنه زمان میبره، داره کار میکنه. این مرد، این سید دولت پیغمبر آیت الله اشراف امیر به قوه قضاییه داره و داره کار میکنه مجموعه رو زنده کنه، احیا کنه، مشکلات رو حل کنه، بر اساس تدابیر و راهنمودها و راهبردهای حضرت آقا جلو بره. آقای دکتر قالیباف یک عنصر موفق جهادیه که حضرت آقا علی‌الدوام از ایشون تقدیر و تحسین کردن در مسئولیت‌های مختلف، اهم از هوافضا، نیروی انتظامی، شهرداری، هر وقت از این مسئولیت رو عبور کردن مورد تجلیل و تحسین و تقدیر حضرت آقا روی فدا واقع شدن. آقا من دیدم ایشون رو یک عنصر جهادی میدونن. واقعا آقای قالیباف یک عنصر حاج قاسم صفت و حاج قاسم سیره است. مثلا اینا با هم بودن، همیشه زندگیشون در هم تنیده است. بچه‌های هم اینا به هم دیگه عمو جان میگن، اینقدر به هم نزدیکن. حاج قاسمی که در صورت برای جبهه مقاومت حاج باقر رو به میدان آورد، اگر ایشون نمیرفت جبهه مقاومت با مشکل مواجه میشد. دو دولت روحانی و احمدی نژاد جبهه مقاومت رو یاری نکردن. حاج باقر همه امکانات و توان و ظرفیتش رو جمع کرد رفت سوریه برای کمک حاج قاسم عزیز و اگر این پشتیبانی نبود اون نمیتونست در اهداف بلندش موفق باشه. خب ما گفتیم این آدم ها رو چرا میزنید؟ اینا چه گناهی کردن؟ بعد شما امشب هم آمدید از احمدی نژاد تعریف و تمجید و تحطیر کردید. آقای رائفی، احمدی نژاد ریلش رو عوض کرده، یه مسیر دیگری میره. ایشون مثل اصلاح طلبها در واقع از گذشته خودش پشیمانه، از گذشته انقلابیگری، ایثارگری، پشیمانه. خب یه آدمی که اینگونه است، مسیرش رو از مسیر انقلاب جدا کرده، یه اهداف دیگری داره که حالا من نمیخوام به اونا وارد بشم و من همیشه نگران این آدم هستم. شما باید رو تعطیل کردی. گفتم من اون حرفا رو که نسبت به اون آقایون گفتم خب دیگه تکرار نمیکنم، اما احمدی نژاد رو هم اگر من حرفا رو زدم به شما قول میدم به زودی توی صحبت ایشون رو قهوه‌ایش کنم. یعنی قهوه کردن یعنی نجسش کنم، تخریبش کنم. خب گفتیم بریم جلو ببینیم چجوری میشه. ولی من دلم شکسته بود، از این رفتار ناراحت بودم. افرادی هم به من زنگ زدن که چه خبر اونجا، این آقای رائفی پور داره سران قوا رو میکوبه، داره این احمدی نژاد علیه ما علیه رو تعریف و تمجید میکنه، هیئت شما مگه نیست؟
گفتیم آره والا ما متاسفیم و متاثریم، بگذاریم. این قضیه گذشت و ما 20 روزی ناراحت بودیم، ارتباط برقرار نکردیم با ایشون، تا اینکه ایشون تماس گرفت و گفت یه دیداری و گفتیم ما مصاف نمیایم، شما یا مسجد امام سجاد یا علیه السلام یا منزل. آمدن منزل با هم مفصل صحبت کردیم، بر گذشته یه مروری کردیم، ایشون قبول کرد، گفت شما نگران من نباش، من منظوری نداشتم و فلان و اینها. گفتم خب شما شنیدم به کلی سری محرمانه با احمدی نژاد جلسه داشتی، برای چی رفتی؟ ما دوستیمون بر اساس مبنایی بوده، اگر خلاف اون باشه، چون برای من خط قرمز نظام و ولایت و رهبری و ارزش‌های منه، اگر اینا آسیب ببینه من مسیرم رو جدا میکنم. گفتش که متعجب شد، چون اون موقع هنوز هیچ کی نمیدونست. شروع کرد توجیه کردن که آره ما رفتیم و من رفتم یک مثلا تعریفی از نقاط مثبتش بکنم و بعدم نقد کنم اشتباهاتشو. گفتم برادر اون 200 تا مرد جیبش میذاره، او اصلا توی عالم دیگه است، او خودش رو الان بعد امام زمان میدونه، نمیدونم شاید بعداً انا ربکم الاعلی چیزی بگه، او خودش رو خیلی بالا میدونه، اصلا من و تو و امثال ما رو قبول نداره. نصیحت کنی شما ایشون رو، من نگرانم که شما با او یک هماوایی چیزی کرده باشی و این به مصلحت شما نیست. و اگر گفت نه شما نگران من نباش، من به زودی قول میدم که سخنرانی قهوه، این بار دوم بود گفت قهوه ایش کنم. گفتم شما یه بار 20 روز پیش قول دادی این آدم رو قهوه ایش کنی، نکردی، الانم قول دادی برو بریم چی میشه. ایشون صحبت کرد و من گفت نگران نباش از من. رفت 1-2 ساعت بعد برگشت به من زنگ زد که من دم درم. من رفتم پایین، که دیر وقت بود، نیمه شب بود، 1-2 نیمه شب بود به نظرم. رفتم پایین و گفتش که الان من جایی بودم تو شهر ری حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، اونجا بودم و یه عنصر اطلاعاتی با من قرار گذاشته بود، به من گفتش که تو که با جباری انقدر رفیقی، جباری اینه. یک تهمت ناروا که شایسته عناصر ضد انقلاب و خودشونه ایشون به من گفت. من خیلی متأثر شدم، گفتم که عجب به این شکله؟ گفت بله این آقا اینجوری گفته. گفتم خب این دروغه و گفت من میدونم دروغه، اما خواستم بهت بگم. من بلافاصله با یکی از مسئولین اطلاعاتی تماس گرفتم و گفتم آقا داستان اینه. گفتن ایشون دروغ گفته، ما همچین آدمی تو سیستم نداریم، اگر داره معرفی کنه تا ما یقش رو بگیریم. که همچین آدمی چنین تهمت دارن به شما که امین نظام و آقا بودید و هستید و 40-50 سال سابقه مبارزه و انقلابیگری و اینها رو دارید، بیاد همچین حرفی بزنه. او گفتش که ببین شما در مقابل ایشون ایستادی، نسبت به تخریب سران قوا موضع گرفتی، نسبت به احمدی نژاد موضع گرفتی، ایشون آمده یه جوری شما رو متوقف کنه تو لاک خودت فرو بری و خلاصه دیگه این مسائل رو نگی و در واقع به انزوا کشیده بشی. این حرفا رو زده و الا دروغ میگه، یقین داشته باش دروغ میگه. خیلی خوب، من گفتم واقعا متأثر و متعجب شدم و بعد گفتم آقا شما مسئولین نظام رو میزنید، اونو میزنید، آقای قالیباف رو بیش از همه میزنید. آقای قالیباف خدمات بزرگی توی این کشور داشته. شما ببینید مثال میگم، مثلا اتوبان امام علی، باور کنید یک کاری که 18 ماه نمیدونم طول بکشه، 11,000 شنیدید اینو، 11,000 خانه رو بخرند و اون ملکا رو بخرند و 30-40 کیلومتر از داراباد تا بیت زهرا شما به راحتی بتونی برید. این جاده نمیدونم تو پلیس اونجوری موفق، تو هوافضا اونجوری موفق،
و دیگر خدمات بزرگی ایشون داشته. اینا رو واقعا من تعجب میکنم چرا ما الان چند سال با این مسئله مواجهیم، این از کجا نشأت میگیره؟ آیا پشت این صحنه سرویس های جاسوسی هستند و دارن خط میدن؟ چون نمیخوان مشکل کشور حل بشه. ما یه آدمی میخوایم که مشکل کشور رو حل کنه. فقر و گرفتاری و بدبختی ها که ما تو جامعه انشالله آیت الله رئیسی حل میکنه، ولی الان ما بعد از آیت الله رئیسی که این 2 دوره رو گذرون، انشالله دوره بعد هم رأی میاره، این 2 دوره رو گذرون، ما باز یه آدم مثل قالیباف میخوایم یه راه رو ادامه بده. خب ما میایم تخریب میکنیم. من یه خاطره به شما بگم. یه روزی ما در محضر مبارک حضرت آقا رفتیم یه مکانی که الان شده در واقع بوستان یاس. ما قبلا رفتیم بررسی کردیم، دیدیم اینجا یک مکانی است که در واقع 700 هکتار دست برادران عزیزمون و برادران سخت‌کوشمون در وزارت اطلاعاته. حالا به هر دلیل در اختیار من بعداً پیگیری نکردم که چطور در اختیار اون عزیزان بود، چون شبیه منابع طبیعی جنگل دیگه، لابد مثلا اونا اجازه داشتن هر شکلی بوده، من نمیدونم واقعا، هنوزم نمیدونم. چند صد هکتارش هم مال وزارت دفاع بود. ما رفتیم اونجا دیدیم فضای خوبی داره پیاده روی، آماده کردیم با حضرت آقا رفتیم برای پیاده روی در معیت نایب امام زمان ارواحنا فدا. برنامه ما 1 ساعت 2 ساعت که طول کشید. وقتی داشتیم برمیگشتیم دیگه داشت پیاده روی تمام میشد، حضرت آقا روی فدا من صدا کردن و فرمودن که فلان اینجا کجاست. من توضیح دادم که اینجا یه بخش قابل توجهی در اختیار برادران عزیزمون در وزارت اطلاعاته، یه بخش هم بالا در واقع وزارت دفاع. اینجا یه چیزی حدود مثلا 1300 هکتاره، یک مجموعه جنگلیه و وسیع. حضرت آقا تأمل کردن لحظه‌ای و بعد تأملی که کردن بعد به من فرمودن که شما الان که برگشتیم به آقای قالیباف بگید که من دستور میدم و ابلاغ میکنم ایشان بلا فاصله اینجا رو تصرف کنن و تبدیل کنن به یک مکانی مناسب، یک پارک بزرگ، یک بوستان بزرگ برای بهره برداری مردم تهران و هر رهگذری. و مردم میرن سفر اینور اونور، یک روز میخوان جایی برن با خانواده خلوت کنن. چه جای خوبیه برای خانواده ها و چه جای مناسبی است برای خانواده ها. من اینقدر از نگاه بلند و متعالی حضرت آقا خوشحال شدم که چه فضایی برای خانواده ها ایجاد میشه. برگشتیم به آقای قالیباف، گفتم که آقای قالیباف، زنگ زدم گفتم آقا حضرت آقا دستور دادن، امر فرمودن. حالا شما ببینید اونجا وزارت اطلاعات و وزارت دفاع بودن دیگه، تو دولت حسن روحانی هم بود. حالا شما تصور بکنید اگر کسی دیگری جز آقای قالیباف بود، من میکرد، دچار تردید میشد، کش میداد، طول میداد، میشد که موضوع فراموش میشد. حضرت آقا میگه خب نمیدونم پیگیری کنن، آقا مثلا من گفتم چی شد؟ خب باید امر آقا انجام بشه. آقای قالیباف شجاع، نترس، مردانه صبح شنبه لودر بردیزان رو با کارگران راه انداختند و فضای سبز رو آوردند و حدوداً اواخر بهمن بود، اوایل اسفند بود. آقا جان تا 13 فروردین این 1300 هکتار رو 16 کیلومتر جاده زیرسازی کردن، آسفالت کردن و امکانات رفاهی مثل سرویس های بهداشتی در حد وسیع تو همه نقاطش، کانکس برای نماز و استراحت، آب، امکانات، همه چیز رو فراهم کردن. 13 فروردین روز 13 بدن مردم تهران چند هزار نفر ریختن اونجا و استفاده کردن و بعدا اونجا رو تبدیل کردن به یک مکان مناسب. مسجد ساختن، مسجدهای کوچک در نقاط مختلف، سرویس‌های دستشویی ساختن، تسهیلات آوردن، امکانات آوردن و اونجا شد یک مکانی برای بهره برداری عزیزانمون. خب در هر صورت برادران عزیز ما در وزارت اطلاعات هم که حال هر برنامه‌ای داشتن من نمیدونم، اونها هم به نظر من از این امر آقا خیلی خوشحال میشن که آقا این مکان آماده میکنه.
ببین ما چنین آدمایی رو میخوایم، ما چنین آدمایی رو داریم، چنین آدمایی امروز سرمایه‌اند. اینها باید آماده باشن برای نقش. الان امروز ایشون رئیس مجلسن، فردا بعد از آیت الله رئیسی بعد 2 دوره میتونن رئیس جمهور بشن، میتونن مسئولیت خطیر توی نظام بگیرن. ما مشکلات اساسی داریم. ما 4 دوره ریاست جمهوریمون 4 تا 8 سال 32 سال اصلاح طلبان کشور به خاک سیاه نشوندن. 8 سال حسن فریدون کشور رو شخم زدن، نابود کردن، برای مردم مشکلات به وجود آوردن. امروز مردان میدان رو ما لازم داریم برای مشکلات حل بکنن و لذا نباید ما، مثلا من به آقای رائفی ایراد دارم، اشکال دارم و به دوستان دیگه ای که در واقع این حرفا رو میزنن و من نگرانم که با 1 لایه با 2 لایه سرویس های جاسوسی و دشمنان خطو بدن برای تخریب نیروهای انقلاب. ایشالله که موفق باشید. پاسخ قانع کننده بود. سلامت باشید، موفق باشید.